ببینیم کیا میان توی لایو امروز. من که دیگه تقریبا روزم داره تموم میشه. میخوام مطمئن شم که صدا درسته و داره میاد. اوکی. یه چیز کوچیک رو میخوام باتون شیر کنم. پرفکت، صدا میاد. مرسی. 2-3 دقیقه صبر میکنم ببینم. اصلا شاید 1 دقیقه فقط صبر کنم، چون خیلی هم نه شما وقت دارین نه من. بعدا اینو شاید اصلا دانلود کنم یا سیف کنم، ولی بذارین که 1 دقیقه صبر کنم. الان 4:57 توی کالیفرنیا. Pacific time 4:57. Let me see if I can just wait for another minute and then I'll share a quick tip with you. Perfect. خیلی خوب. چون من اینو به عنوان یه لایو ضبط میکنم، ولی در واقع شاید دانلودش کنم یا بعدم پستش کنم، برای همین مهم نیستش که آیا چند نفر تو این لایو میان. راجع به یه اکسپرینس خودمه که در واقع با یکی از مشتریام کلاینت هم داشتم و اون موقع من کلاینت هم فقط به عنوان ریل استیت ایجنتش بودم و به عنوان مورگیج بروکر اور لون آفیسر نبودم در اون زمان. و ایشون یه خانمی بودش که خیلی like beautiful woman, hard working woman. و این خانم ما لون آفیسری که من باشون کار میکردم ران کردن و دیدیم که کوالیفای میشه برای پرچس پرایسی که حالا یه در حالت کاندو تنهاسی میخواستن بخرن حدود $600,000 و کوالیفای میشد. اینکامش کافی بود، لون اماونتش حدود $480,000 بود. و اینکه خلاصه در موقعی که ما دیگه تو کانترکت بودیم و دیگه مورگیج کانتینجنسی رو بر می داشتیم با یه مشکلی برخوردیم و اون مشکل این بود که این خانم دخترشون در مثلا توی next few months می شده 16 ساله و این خانم چون که خانمی بود که همسرشون رو از دست داده بودن یه اسیستنت اماونتی از گاورمنت دریافت میکردن و متاسفانه اون مقدار وقتی که این خانم دختر خانم 18 سالش میشد قطع میشد و به همین دلیل اون اماونتی که ما اد کرده بودیم برای کوالیفیکیشن این خانم یک دفعه دیسپیر شد. یعنی در واقع دیگه نمیتونستیم اون اماونت رو اضافه کنیم به درآمد یا سالری خانم که کوالیفای بشه برای خرید خونه. و خلاصه تقریبا دیگه همه پنیک کردن و گفتن که دیگه این کار عملی نیست و خود خانم که مشتری من بود خیلی ناراحت شد چیکار کنم، بعد چه راه حلی وجود داره. لون آفیسر چون بهش برگشته بود گفته بود که راه حلی وجود نداره، هیچ بی خود تلاش هم نکن چون دختر داره 18 ساله میشه دیگه این پولی که شما از گاورمنت میگیرین قطع میشه و ما نمیتونیم شما رو کوالیفای کنیم. به حال من موقع با یه استراتژی اومدم بیرون خیلی سریع و خوب. خوشم میاد که I don't let anything to fall up. اون خانم در اون زمان با بایفرندش زندگی میکرد، با دخترش و بایفرندش یه جا زندگی میکردن و میخواست این خونه رو بخره که دیگه مثلا خونش هم خونه دار باشه و شاید هم بره خونه خودش زندگی کنه. من بهش گفتم که عزیزم بیای شما یه کاری کنین، بیا تو با بایفرندت زندگی کن، این خونه رو به جای که پرایمری رزیدنس بخری به عنوان اینوستمنت پراپرتی بخر که در واقع ما یه پروگرام دیگر رو استفاده میکنیم تو اون زمینه و اصلا احتیاج به این که درآمد این خانم رو کلکولیت کنیم نداشتیم. کسایی که تو این فیلد هستن میدونن که اون پروگرام چیه. It's an investment program for getting a loan under investment category, not for a primary residence. و اینکه
ایشون هم گفت واره پرفکت، چقدر عالی، حتما. و خلاصه من اینو رفتم با لون آفیسر صحبت کردم، گفتم ببین ما میخوایم که این خونه رو بخریم، you're not gonna fall out of escrow, just make a change of circumstances, meaning که ما یعنی کلاینت من باید یه لتر، یه توضیحی مینوشت و میگفت به آندررایتر و لون آفیسر توضیح میداد که چرا میخواد که خونه رو به عنوان پرایمری رزیدنت دیگه نخره، به عنوان اینوستمنت پراپرتی بخره. و ایشون توضیح داد که به این دلیلی که من تصمیم گرفتم که این خونمه، این زندگیمه، این آدرس خونمه، با بویفرندم دارم زندگی میکنم، this is my primary residence، این خونه‌ای که جدیده تو اسکوره به عنوان اینوستمنت پراپرتی میخرم. و این خلاصه اینا کامیونیکیشن ها با لون آفیسر و اندررایتر و اینا انجام شد و خدا رو شکر ما تونستیم این لون اپرووالش هم بگیریم و این خانم صاحب خونه شد 4 سال پیش با بهره زیر 3.5% بود اون موقع، چون اینوستمنت پراپرتی بود، بهرهش درصدش بود 3.5%، که الان انقدر از من تشکر میکنه که میگه اگه به خاطر تو نبود من خونه دار نشده بودم. خونه خودشو داره، نه تنها با یه بهره خیلی پایینی صاحب خونه شد، پرایس خونهش هم خوب، حدود حداقل 100 تا خورده روش بالا رفته و اینکه صاحب خونه هم شد. همین داستانم می‌خواستم با تو شیر کنم چون به نظرم it was a success story, it was more like برای من مثلا یه موفقیت بود و اینکه خوشحال شدم از اینکه کلاینت هم صاحب خونه شد و خیلی هم خوشحال شد. این برای من مهمترین چیز بود که الان هر وقت یادش میافتم واقعا خودم هم از صمیم قلب خوشحال میشم، با اینکه پرایس پوینت پرچیز پرایس مقدار بالایی نبود برای من، اونقدر فاینانشال ریواردش بالا نبود، ولی من براش جنگیدم و نذاشتم که خونه از دست کلاینت هم بره و ایشون هم صاحب خونه شد در نهایت. میخواستم همین با شما شیر کنم. امیدوارم که خوب و خوش باشین. I'll talk to you until the next session.